فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا، اولین بیننده سوالشان این بود که چرا یک مسلمان، حالا چه شیعه و چه سنی، نمیتواند با یک مسیحی ازدواج کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ازدواج با مسیحی یا یهودی که در فرهنگ اسلامی بهشون اهل کتاب گفته میشه، یعنی ادیان قبلی که کتاب آسمانی دارن، این یک حکم جداگانه هست. و بحث با کافرانی که مطلقاً کفار هستند، یعنی پیرو هیچ گونه دین و آیین الهی و آسمانی نیستند، اون حکمشون یک حکم کاملا جداگانه هست. در دین اسلام ازدواج با مسیحی و یهودی جایز هست. به تصریح آیات قرآن الله متعال در سوره مائده وقتی که این مسئله رو بیان کرده صراحتاً می‌فرماید والمحصنات من المؤمنات. این وقتی که غذاهای حلال رو برای مردم تعریف کرده و در ادامه اون آیه می‌فرماید که همچنین زنان مؤمن برای شما حلال هستند. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. و همچنین زنان پاک دامنی که از اهل کتاب باشند، اون کسانی که قبل از شما پیرو یک دین الهی بودند و اهل کتاب بودند، ازدواج با اونها جایز هست. اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. البته به شرط این که هدف شما این نکاح باشد، زمانی که شما مهریه رو پرداخت میکنید و هدف شما پاک دامنی و زندگی زناشویی هست، نه این که دوست پنهانی بگیرید یا این که هدفتون فقط شهوانی باشه و هدفتون ازدواج نباشه. در صورتی که هدف ازدواج باشد، ازدواج با اهل کتاب، یعنی کسانی که امروزه هم معتقد به تورات و انجیل ولو اینکه تحریف شده هست. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تورات و انجیل حقیقی وجود نداشت، اما بازم در همون زمان این حکم الله متعال نازل کرده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. و زنان پاک دامنی که از اهل کتاب باشند، یهود و نصارا باشند، ازدواج با اونها جایز هست. اما ازدواج با زنانی که کافر هستند یا همچنین ازدواج با مردانی که کافر هستند، این بازم به تصریح قرآن این حرام هست. و علتی که ایشون گفتن نمیدونم علتش چی هست، علتش این است که گذشته از این، چون که یک حکم قطعی و صریح از جانب الله متعال در قرآن و حدیث بیان شده، مسلمان نباید دنبال حکمت و فلسفه باشد. ولو اینکه ما حکمت و فلسفهش را هم ندانیم، باید بر آن عمل بکنیم. اما ظاهرا هم هر کسی میداند وقتی که یکی از دو نفر در خانواده کافر باشند، بیدین باشند، اون در واقع فرزندی که به دنیا میاد قطعا به همون راه کفر میرود یا حداقلش این است که متاثر میشود و این به هیچ عنوان قابل قبول نیست. و اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرت به دنیا میاد. فابواه یهودانه او ینصرانه، این پدر و مادر هستند، یکی از ارکان خانواده هست، پدر یا مادر، که سبب میشن فرزند یهودی باشد یا نصرانی باشد. شما که مسلمان هستید، از زنان مسلمان محصنات من المؤمنات، زنان پاک دامن ازدواج بکنید تا اینکه هم خودتون پاک دامن بمانید و هم فرزندانتون در آینده مسلمان به بار بیایند و از شبهات و از ادیان دیگر متاثر نشوند. و اگر این کار را کردید و فرزندان را در معرض در واقع مسیحی بودن یا یهودی بودن قرار دادید یا اینکه ببخشید در معرض کفر قرار دادید، این در واقع یک نوع گناهی است که شما انجام دادید و حداقل شما باید انسان را خداپرست به بار بیارید. این وظیفه هر پدر و مادری هست. اما چون که اهل کتاب، اهل ایمان دارند به یک کتاب آسمانی، در قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج با آنها جایز شمرده شده.